دنیا آمد زینب کبری، آقا رسول الله آمدند از سفر نبودن، خبر ولادت این قدم نورسیده خدمت حضرت عرضه شد. فرمودن علی جان چه نام نهادی دخترت رو؟ عرضه داشت یا رسول الله من بر شما مقدم نشدم. حضرت فرمود من بر خدا پیشینم. سبحان الله. جبرئیل نازل شد اونجا، صدا زد یا رسول الله نام این رو زینب بگذار. زینب یعنی زینت پدر، امیرالمؤمنین یعنی عین زیبایی. او چیست؟ اون گوهری که وقتی کنار این متاع امیرالمؤمنین قرار میگیرد امیرالمؤمنین رو زیبا میکنه و زینت امیرالمؤمنین کسی نیست جز عصمت صغرا زینب کبری سلام الله علیها. اون بیبی که وقتی قتله کربلا کشتن تا تیغشون بریدن در جسارت فروگذار نکردن. وقت غروب دیدن یه خانومی سمت خیام آمد، همه منتظرن کفاسود بزنن، این خانم گریه کنه زجه بزنه همه هلهله کنن. این بیبی نشست کنار گودی قتلگاه با یک وقار متانت هیبت شوکت عظمت نشست، گویا پیش رویش برادرش آرمیده. این زخمها رو گویا زینب نمیبیند. کدو زینب؟ زینبی که تمام علقه و ارتباط و بحث مفصلی سر علاقه زینب کبری به امام حسین. تو اوج استراع این دستها رو بود و زن تنها شده بین این همه رجاله دست بر زیر این بدن بلند کرد. اون لحظه ای که رسول الله داره نگاه میکنه، امیرالمؤمنین داره نگاه میکنه، خود سید الشهدا نظاره‌گر است، بلند کرد این بدن رو، صدا اللهم تقبل منا هذا القربان. عزت به رسول الله داد. زینت مادرش فاطمه زهرا شد، زینت پدرش امیرالمؤمنین بوده و شد. عزت به دین داد. فلذا مولامون آقا صاحب الزمان میفرماد خدا رو با غم جانم زینب قسم بدید فرج من رو برسون. آقا سید الشهدا روز عاشورا به زینب کبری میفرماد یا اختا لا تنسنی فی نافلة اللیل، من حسین را زینب در نماز شب فراموش نکنی.